شوریش یوریش برداشت ای پشت این ای کشیده عملهای سیاسی این مدد کرد این اعضای فعال که اوخینا کشد درویه بده است نشانه های مرگ رحمون نشانه های تماشاکار یا بلاگر اومده گیا حسن حسین حسین حسن حسین حسن 1.5 میلیون подписчик داره 1.5 یا بلاگرایی که چند تا رستوران دارن یا دخترک توزیق در خدمت آنها یا که عرصه کدیدی من رحمانو گرم ندارم میگم اسماعیل جون در خدمتش اسماعیل دست بخیر 36 на 46 метров, да? میگه که چایخانه اگروم نیست یه جای همین مردم عادی توجیک در همون چایخانه میدونن میشنن این چایخانه را برای خودشون کردگیان برای ما را کردگی نیستن چایخانه را دیگه که خانه را چقدر درون بادرون برای که یکی بیایم نه قاپیمشون گفتن اتره درون بادرون خانه کردگیان که کشکمشکا بازی کنن قاپیمون گفتن اسماعیل جون در همونجا عادی کیس است نه یا یعنی که چیزایی که یعنی که خب فهمیدی دیگه مقصد انا که دیگریشه مونده محمد ببینه کی گفت گپا بفهمه که چی گپا چی خبره замирает сердце душа поет красоте твоей انا یا که نشون خاطر رفتسته گسینو اکو پیشوازی ایرا میدیدی اسماعیل پیشواز گفته بیاید ایرافو چستمونی گایو را ببینی یک بازی اما یکم ویدیو رامون اون یکم ویدیو دا اومدن دوشنبهش هست با گرفتنی گسین و فای همو آناکری یکم ویدیو این ویدیو دیم من ایرپورت رفتم شد این همون پیشی تروبای روز که اگه اکو تروبای خودای سر قوری مریم دیدید یا که استقلالیت بس همین یکم که اسماعیل مل چیش میکنه ایرپورت میگیرش محمد امیر را ببینه تو اینکه بفهمه که ما یعنی که چقدر بچه‌های دست بخیر داشته بود آنا که سامالی خود گسین و فای گسین یک بلاگر یا سویت کار بودیم 1 میلیون подписчик داره اینه که اسماعیل خان 25 میلیون подписчик داره دیدی بنتلی یک یا همش ای پلی گراینا یا همش ای پلی رحمون کن یا همش ای پلی دولت ملت این غیر بینش که چس میتیا باید بچه 21 ساله را سپروارژین را بین راتسیو را بیود دیگه واپشه گرمی دیدسته دیگه چی میگی یا همش پلی ملت دولت هستن آیا حق داره یا بچه 20 ساله پسند 21 я пролетел. همتری کارو کنه ولی با قریبی با نشد میشه و چیزایی دست بخیری نرک کارتل دیو باید با میدونی در جو چی کتا شما در آسیا چیکار کرده گشته استی موسیقی کشیده استی شما عربا کشیده استی اجا اسماعیل دیخ داره گسنگ Итак, следующая наша... نیرا میگن محمد افقل البته هر یک بلاگر نفری که میاد یک عروسه توجی که خواهرها را بیالی خواهرها را بی چکر رقص دارن در پیشی این یک خواهرها را بی مردکو پدراشون در آسیان خواهرهای موترا و دختراشون در اینجا رقص دارن در پیشی گسنگ سیلو محمد افقل مردی میفهم یه عروس دختر توجی که خواهرهای همین مردیه این مردیه همین را مردی میدونی خواهر چیز دیگر است اون یک بخش دیگر است محمد افقل
خواهر رو در پیش من بیا رقص کنه تخت مرد میدونی سوال داده او در دو حیات این چیز نمیشود من با این چیز اجازه هم نمیشه خواهر تو در پیش من رقص کنه تخت مرد میدونی محمد اقبال از دایره ادب بیرون برو اومدی از دایره ادب بیرون برو اومدی با کجا خواهر مادر گپ من در پیش تو برای رقص بکنم من خودم مرد نمیدونم فهمیدی محمد اقبال یالا من فهمیدم گپ فهمیدم گپ سوال میتیم آماده بود سوال داخل بودیم من رنگ شما نومرد نیستم من اگه نومردی نکرد من مردانه گپ زده استم بحثی هست اون چیزی هست همون را من حتی از کسی هم حمایت نکردم سوال نفهمیدم خواهر تو در پیش من بیا رقص کنه پولو تخت مرد میدونی او در دو حیات رقص هم نمیکنه خواهر من در پیش تو یک کم اگر خواهر من در پیش رقص میکنه من سوال دو دستم ترا یکمش دویم مسئله اینجا بحث خواهر تو هم لازم نیست خواهر منم اینجا تمام بحث دیگر است و یک چیز دیگر است محمد اقبال یالا خوش میکنی خواهر من تو نیست محمد اقبال یالا ما فهمیدم مقصد یالا نگریز کی نه گپ زدن سوال نگریز یالا ما همه چیز جواب میگم خداحافظ من همین وقت یالا نه یگان لحظه نیست که خورش که محمد تمام من همین آدمی که وقتی که همه چی میگن خلاص خورش که چیزی که هست خورجش کنم خب همه که سوال کردن السلام علیکم سوال همه جواب بگو یعنی نگریزه این کی تری نیست خواهر من در پیش وقتی که من ترا گفتم خواهر من در پیش رقص کنه بعد چیه من مثال تو وارد هستم وقتی سوال میگم سوال جواب بگو نگریزه سوال من از سوال گرفتن دوست نمیدارم